من برای به دست آوردن این لوح یوتیوب 4 سال تلاش کردم، اما قراره یک روزه نابودش کنم. به نظرتون لوح یوتیوب از چی ساخته شده و در مقابل گلوله، ضربه و فشار چقدر میتونه مقاومت کنه؟ برای فهمیدنش فقط یه راه هست و اونم اینه که تا آخر ویدیو با من همراه باشید، اما قبلش حتما ویدیو رو لایک کنید، چنلمون رو حتما سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو بذارید روی آل تا هر موقع ویدیو جدید میذارم یوتیوب بهتون خبر بده، تا اولین نفری باشید که میایید و ویدیو جدیدمون رو میبینید. سلام فرست آرمی، خوش اومدید به متفاوت ترین و تک ترین ویدیو یوتیوب فارسی. امروز روز عجیبی برای من و ماهانه، به خاطر اینکه میخوایم نتیجه سالها زحمتمون رو جلو چش شماها به فنا بدیم. احتمالاً میگید که نکن، حیفه اینا، ولی به نظر من حیف شمایید. با این یه تیکه چیزی چیه این جنسش واقعا؟ امروز میفهمیم جنسش چیه، چون قراره به داخلش نفوذ کنیم. حالا براتون توضیح میدم. این لوح سرنوشت متفاوتی نسبت به همه لوحایی که تا الان دیدید داره، به خاطر اینکه لوح منه. کلا ویدیوهای من متفاوته، برای همین اصلا شانس نداری بیچاره که لوح من شده. اینو میذاریم اینجا و میریم سراغ این. اگه گفتی این چیه؟ ببین بچه‌ها، توی این گوی یه عالمه توپ وجود داره که روی این توپ‌ها مجازات هایی نوشته شده که قراره بلاهای سر این بیاد. دقیقاً. ببینید این توپ‌ها هر کدوم یک ایستر اگه، یعنی یک اشاره‌ای به ویدیوهایی که تا الان ساختیم داره. مثلا این تبره، این یکی پیکانه و قراره هر کدوم از این توپ‌ها که از توی این گوی در میاد روی این لوح پیاده بشه و یکی یکی من و ماهان قراره که از توی این یه دونه توپ در بیاریم. اما کی اول از همه اینو در بیاره؟ با سنگ از قیچی معلومش میکنیم. آماده ای؟ برو بریم. سنگ، کاغذ، قیچی. اول من در بریم. من اصلا نگاه نمیکنم. بیا اینو بردارم یا اینو به نظرت؟ به نظرم بالایی رو بردار. خب پشمام چیه؟ اولین مجازات سقوطه، یعنی یه توپ افتاد. اولین مجازات تست سقوطه که میخوایم ببینیم لوح یوتیوب در مقابل این ارتفاع چه واکنشی نشون میده. البته فکر نمی کنم هیچکس جیگر داشته باشه لوح یوتیوبش رو از دستش ول کنه، ولی امروز ما قراره این کارو بکنیم. برو بریم. 3 2 1. چی شد حاجی؟ یه صدای عجیب غریبی داد. ببین هیچ چیز نشد. پشمام حاجی، فکر کنم از تو صدا داد. میدونی چی میگم؟ توش یه چیزی هست. میدونی؟ ببین شاید اینجاهاشو ببینی خب فکر کنی که تو خالیه، یعنی یه لوحه که اینجوریه، بعد اینم گذاشتن روش توش ولی توش یه چیزیه، چون الان دست که میزنم قشنگ معلومه توشم پره. منم همین استودم چون افتاد یه صدای تلق طلوقی داد که نباید بده. ببین چون میگم اجزای مختلفی داره. الان اینا بند کشیاشو میبینی؟ دقیقاً. اینا اینجوری به هم متصل شده و اینا به هم چسبونده شده. یعنی امروز قراره که ما این لوحو کالبد شکافی کنیم. اما بریم سراغ مجازات بعدی که مجازات یه بار دیگه افتاد. مجازات. خب بچه‌ها حالا نوبت منه. چشاتو ببند. من چشامو بستم. برو. اینو میخوام. چیه؟ چیه؟ بادکنک پر آب چیه دیگه؟ بادکنک پر آب یه چیزی مثل پوچ میمونه، چون باشه بریم یه بادکنک پر آب بیاریم. خیلی خوب بیا. این بادکنک پر آب. اینو باید پرت کنم؟ ببین بذار من اینو میذارمش اینجا، تو یه جوری محکم بزن که قشنگ بترک. اینو بده من. خیلی خوب. حالا اینجا من نقش فیلمبردار رو بازی میکنم. سلام الان میخوام خیلی مجازات سختی هم هست. خیلی سخته. تو شاید فکر کنی خیلی چیز ساده‌ایه، ولی باعث میشه حداقل اون زنگ بزنه به مرور زمان. این دمیجش کمه ولی در مرور زمان خیلی زیاد. آره آماده. وایسید من نشونه گیری کنم. 3 2 1. بچه‌ها نه تنها نترکید بلکه خیلی هم دور زد. من احساس میکنم بادکنک اون بیشتر آسیب دید تا لوح. بچه‌ها نشونه گیریم بعد بود. وایسید. آره نه فهمیدن همه. بزن. 3 2 1. مگه میشه اینقدر بد بزنم آخه؟ یعنی چی؟ بادکنکش هم نمیترکه. بده من بادکنک بده من. الله اکبر. بگیر اینو. خیلی خوب. خودم باید بزنم مثل 3 2. خیلی محکم زدم. احساس میکردم که بادکنک پر آب خیلی کاری با این نکنه، ولی اوه این پشتشو ببین.
چه ضربه‌ای اینجا وارد اینجا کرد اینجا بهش. چون اینو گذاشته بودم اونجا، این لبه‌ای که اونجا داره خیلی تیزه. یادت آنر اینجا شکست، کمرش اینجوری شد. اینم تقریبا یه همچین بلایی سرش آورد، ولی فکر کنم ضد آبه. حداقل تا اینجا که اتفاق خاصی براش نیفتاده و تقریبا میشه گفت سالمه، به جز این پشتش که اینجوری شده و اینجا رو می‌بینی لبش باز شده. پشمام. با این اوصاف به نظرم تو دوباره انتخاب کن. آره بابا یه چیز آسون به من بیفته. این سخت‌ترین حالتش این بود. سخت بود. اول که در اومد خندیدی بادکنک پرو بزن ببینیم بابا. برو تو کارش. چشا بسته حواسم هست به تا این چیه؟ چیه تفنگ بادی. تفنگ بادیه. اون البته اون تفنگ بادیه که آها بادی فنری. تفنگ فنریه. پی سی پی هنوز نیوفتاده بهت. خودم دوست دارم بدونم. این تفنگ بیچاره خیلی برای ما زحمت کشیده. بچهای قدیمی کانال اینو یادشونه، ولی نوک بیاد به بازار کهنه میشه دل‌آزار. حالا اینو دیگه استاد شما توضیح بده. بچه‌ها چون هیچ وقت تو این کانال اصلا توضیح ندادیم که این چجوری خشاب میخوره، یه بارم من توضیح میدم. نگاه کنید اینجا یه دست بیلک داره. دست بیلکشو میکشی پایین، اینجاش وا میشه. تیری که باید بذاریم این شکلیه. باید بذاریمش این تو. خب اینجوری که فرو رفت، حالا این بیلکه رو اینجوری میبندیم و الان آماده شلیک. بله ممنون از استاد تیراندازی. بفرمایید. قربان شما. بفرمایید استاد. بریم. 3 2 1. واه حاجی چی شد؟ نامرد زد اینجا. بچه‌ها نگاه کنید. واه ضد گلوله. اشمام ببین. این یعنی فلزه؟ حاجی نگاه چی؟ کن. پلاستیک بود که رد میشد. آره دیگه این احتمالاً فلزه. ولی اینجا چی؟ من میگم یه دونه دیگه بزنم مثلا اینجا. الان میذارم حاجی. این وسط که چه مقاومتی کرده. یه بار دیگه تیر بذاریم. قبوله؟ بله. اینو میذاریم اینجا. ایو میدم به ای هم به ای هم به او. 3 2 1. حاجی زدم رو میلادت. نگاه کنید بچه‌ها. ام میلادشو برداشت خراب کرد. رنگ اون امش هم پریده. نگاه کن. امش قشنگ پاک شد و جالب اینه که از اینم رد نشد. میبینی؟ آره دیگه فلزه دیگه. پلاستیک بود که سوراخش میکرد. احساس میکنم همچنان مشکوکه، ولی چیزی که داریم میبینیم خیلی شبیه رفتار یه فلز میمونه، چون قر میشه. میدونی چی میگم؟ آره. اگه پلاستیک بود میشکست، ترک میخورد، یه همچین یا حداقل رد میشد، ولی این داره مقاومت میکنه مثل این. اینجاش هم خیلی خوب مقاومت کرد، اینجا هم همچنان تونسته دووم بیاره. ولی بریم سراغ مجازات بعدی. خیلی خوب. با چش بسته یه دونه توپ افتاد. یه دونه بزن همینو بریم. اینی که در اومد پشمام پیکان. پیکان حالا چیه؟ قراره با پیکان بریم روی این. پیکان یکی از ویدیوهای خیلی خفنمون بود. این جاده هم حتی جاده خیلی معروفیه. بارها و بارها توی کانالمون اینجا رو دیدید و منظرش واقعا خیلی قشنگه. ولی بریم سراغ کار اصلیمون. لوح یوتیوب. آجی با هر دو تا چرخش رد میشم. اینو میذاریم اینجا، هم با چرخ جلو هم با چرخ عقب. به نظرم نمیاد اتفاق خاصی بیفته. من که میگم آجی له میشه. یعنی تو میگی ممکنه که پرس بشه دقیقاً. به خاطر تو خالی بودنش دیگه. من فکر نمی‌کنم. احساس می‌کنم مقاومت میکنه. آماده ای؟ برو بریم آجی. 3 2 حاجی هیچ چیش نشد. چی شد؟ هیچ چیش نشد. چرخ عقب. برو. واه. نگاه کن. ببینم. این مخملای پشتش نابود کرد. ببین از قصد یه گاز جای چرخ افتاده روش. از قصد محکم، چون پیکانمون دیفرانسیل عقبه، یه گاز محکم دادم یه لحظه ببین ثابتش. نگاه خیلی باحال. چیزایی که چسبونده شده پیچ خیلی جاهاش پیچ داره. فکر کنم باید کلشو بسابیم تا بتونیم کل پیچاشو ببینیم. پس حتما این تو یه ساختاری وجود داره که پیچ شده. من فکر کردم همینجوری دو تا پرس کردن اینجوری دادن دست ما، ولی مثل اینکه واقعا توش یه چیزایی هست که سنگینه. میدونی چی میگم؟ آره. خیلی خوب. این لوح هم که هنوز له نشده، پس بیا برگردیم ادامه بدیم. برو بریم. خیلی خوب. میرسیم به آیتم بعدی. حالا نوبت توه. برو بریم. اگه اسم تو در میومد بلد بودی با پیکان رانندگی کنی؟ یاد میگرفتم. خیلی خوب بزن. بریم چشمو بستم. ببند. همینو میخوام. این چیه؟ نمیدونم. اوه شیت.
ترقه. اوه شیت. ببین قراره یکی از خفن ترین ترقه ها رو بذاریم جلوش و احتمالاً نصفش از وقتی با ماشین رفتیم روش دیگه وای نمیسه. احتمالاً نصفش میسوزه. ببین تا همین الانش هم کم خسارت ندیده. ببین این از پشتش، این از جلوش. اینو میذاریم اینجا. خب وایسا دیگه. ببینید بچه‌ها این تا همین الانش هم کم خسارت ندیده، یعنی گلوله‌ای که بهش زدیم جای لاستیک هنوز روشه افتاده زمین، اینجا قشنگ دهنش سرویس شده، ولی قراره این ترقه رو بذاریم اینجا و بتره کنیم. اگه یادتون باشه توی ویدیویی که مقاوم ترین گوشی دنیا یعنی آنر رو ترکوندیم، کارشو در واقع این تموم کرد. اگه ویدیوشو ندیدید حتما بعد این ویدیو برید ببینید. حالا قراره این وحشی رو بذاریم اینجا و روشنش کنیم. البته خیلی باید بریم عقب چون تجربهش واقعا تجربه وحشتناکی. بذار من اینو سفتش. حاجی اگه این بلوکر رو نمیذاشتیم پشتش پرتش می‌کرد. پرت میشد. آره خب ولی چون وای نمیسه مجبوریم که اینو بذاریم چون لوحمون نمیدونم چرا دیگه وای نمیسه کج شده. اینو میذاریم اینجا و برو بریم تر کنیم. فرق کنیم. حاجی فتیله هم داره اونو میسوزونه. میبینی؟ آماده باشید 3 2 1. پشمام. ببین صبر کن. بذار اول خودم. نه بذار با هم ببینیم. خیلی هیجان دارم ببینم چی شده. 3 2 1. ببین موج انفجارش رو میتونی روی بدنش ببینی. نگاه کن. این لوحیه که همین الان یکی از قوی ترین ترقه‌هامون رو توش ترکوندیم. این فتیله رو من بزرگش کرده بودم که فرصت داشته باشیم و بی خطر باشه و فتیله شروع کرد بدنش رو سوزوندن. میبینی؟ حتی فتیله هم جرش داد. فتیله هم بهش آسیب خودش رو زد و اینجا جاییه که ترکیده و پخش شده. یکی از خطرناک‌ترین ترقه‌هاست دیگه نه؟ آره دیگه این از همه خطرناک. دیدی آنر به اون سفتی و ریزش کرد ولی این همچنان مقاوم وایساده. میدونی چی میگم؟ آره درسته که حتی ترقه هم روش ترکوندیم، این بلا هم سرش اومد ولی همچنان سفته. سپر کاپیتان آمریکا. سپر کاپیتان آمریکا مورد جذابیه به خاطر اینکه هم سلاح هم در واقع سپره و محمد شرفتر برامون ساخته و توی ویدیوی خیلی خفنی تستش کردیم. همه اینا واقعا خاطره است، خیلی برام جذابه. اینم که بنده خدا هیچی ازش نمیدونی. سابسکرایبرام دیگه رسیده به 0. 4 تا 0. یه ذره اینجاش جالبه به خاطر اینکه از روزی که من این سپره رو بچه‌ها تستش کردم همینجوری همینو مس گذاشتم اینجا. نگاه کن ببین دور و برش گیاه در اومده. اینه تو فیلم‌ها زنگ زد. دقیقاً خود کاپیتان آمریکا انگار مثلا از جنگ جهانی دوم به بعد اینو اینجا جا گذاشت. نگاه کن چه شکلی شده. قشنگ زنگ زده، پوسیده، داغ. محمد ببخشید اصلا یادگاری محمد واقعا نه. اینو همینجوری ببرم بزنمش توی موزه. بیاید ببینم که چیکار میشه باهاش کرد. آماده ای؟ 3 2 برو بریم 1. یا ابوالفضل نامردی نکردم همینو از اونجا جدا شد. چی شد؟ ببین داغونش کرد. حاجی دست انداز انداخت. قر شده رفته تو. میبینی؟ زنگش هم تازه موند. جای زنگ سپرم مونده. نگاه این لبه هاشو میبینی؟ زنگ زده اینا. بعد همین مستقیم جاش مونده روی لوح. خیلی خفنه. حاجی دست انداز انداخت رو لوح. اوه اینجاش ببین ترک خورده. چی شد؟ ببین اینجایی که افتاده زمین و سپر خورده میبینی باد کرده. پشمام. بذار بچه‌ها قشنگ نشون بدم. ببین بچه‌ها اون مخمل زیرش در واقع آره. خورده ور اومده. یه چیزی این زیر هست. آخرش میفهمیم چی این توه. ولی سپر کاپیتان آمریکا کم خسارت نمیزنه. تو ویدیویی که خود سپر رو تست کردیم دیدید چقدر خطرناک بود. آره. شاید الان فکر کنید یه اسباب‌بازی ساده است ولی واقعا خطرناکه. من جرئت ندارم وایسم جلوش یکی اینو پرت کنه چون آسیبی که زده واقعا خطرناکه. بیا بریم نوبت توه. بیا دست کن.
چشاتو ببند. خب بچه من چشامو میبندم. خدایا. دستم رفت این تو. این یه دور قمری بزنم و ببین چیزایی که مونده خیلی خفنه. این. از الان به بعد دیگه واقعا خیلی هیجان داره. پنجه لوگان. اوه شیت. 2 تا ابرقهرمان پشت سرم. پنجه لوگان ببینیم خفن‌تره یا سپر کاپیتان آمریکا. خیلی خوشحالم که این مورد به من نیفتاد. حالا چرا؟ به خاطر اینجا رو میبینید این بس لجندا میدونن چه اتفاقی افتاده. به هر حال الان ماهانه و پنجه لوگان. آماده ای؟ آماده باجی. چه جوری میخوای بزنی؟ میخوای مستقیم فرو بکنی توش یا اینکه مثلا اینجوری چنگ به بزنی؟ نظرم یه دونه اینجوری بزنم بهش چیز جالبی ایوه. عذاب در بیاد. منم موافقم. آماده ای؟ برو بریم. 3 2 ببینم وایسا چی شد؟ حاجی نگاه کن. سوراخ سوراخش شده. کردم. سوراخ هنوز داره میلرزه. لرزش ببین سوراخش کرد. فعلا تنها چیزی که تونسته توش نفوذ بکنه تیغ لوگانه که نگاه کن. بیایید ببینم که به من این دفعه چی میفته. برو بریم با چش بسته. 3 2 1 اره برقی. فکر نمی کردم به این زودی اره برقی قرار باشه بیفته بهش، چون چیزی ازش نمیمونه. این اره نمیدونم آخرین بار کی روشن شده، یعنی حتی نمیدونم توش بنزین داره یا نه. هیچ صدایی نه، فکر کنم خالیه باکش. ولی امیدوارم روشن بشه چون این نزدیکی ها پمپ بنزین نداره. آماده ای؟ برو بریم. 3 2 حاجی رو چمن انجام میدی. خب الان این روشنشه چمنو نگیره تو خودش. راست میگی. سر نمیدونم صدامو میشنوید یا نه، ولی برو برید. برو برید. 3 2 جیر خورد. وای ببین ساب رفته توش نفوذ کردیم. یعنی آره چقدر سنگین بود. اینا چیه روش پاچیده؟ میبینی خیسه؟ احساس میکنم یه رطوبتی چیزی لای اره ها بوده، ولی چیزی که الان ما داریم میبینیم اینه که این فلزیه. اصلا فکرش نمی‌کردم واقعا تا همین الان که اره جرش نداده بود فکر نمی‌کردم فلزی باشه، ولی الان فهمیدی فلزیه و داره مقاومت میکنه. من هنوزم یه لحظه کار دارم، ببخشید. دیگه پاره شد. قشنگ بهش آسیب زد، رفت توش. ببین داره دود میکنه. آره دیگه داغ شده دیگه. فلز با فلز بخوره خب گرم میشه دیگه. میترسم دست بزنم داغ باشه. یه ذره دودو دارم میبینم و خیلی باحال بود، ولی کار اینجا تموم نمیشه. هنوز کلی مورد باحال دیگه مونده. خیلی خوب، نوبت میرسه به تو. برو بریم. خب بچه‌ها من چشامو ببندم. واقعا چشاش بسته است و من دارم میبینم. مثلا نمیدونم دارم چی میگیرم، ولی خب اوه عجب آیتمی. کلت گازی. عجب آیتم سمی. هستمش. برو بریم. اینو باید دوباره بیارم اینجا، این شکلی آویزونش کنم تا البته میریم عقب. این دفعه میریم عقب‌تر. تا الان نمیدونستیم فلزیه، الان که فهمیدم فلزیه خیلی هیجانم بیشتره، به خاطر اینکه الان نمیدونم اگه بهش تیر بزنیم ازش رد میشه یا توش میمونه. دوربین اسلو موشن میذاریم اینجا و اسلحه رو میسپارم به تو، بهت اعتماد دارم دیگه. چاکریم دیگه. نزن فقط به دوربین، خواهش میکنم. حواسم هست به من اعتماد. اگر مثل همون تیراندازی که توی ویدیو این کلت تیراندازی کردی بتونی نشونه گیری کنی، همه چی اوکیه. خیلی خوب، برو بریم. البته اول کوکش کن، من هنوز چیزش نکردم. گلنگدنشو بکش. خب این آماده شلیک. خیلی خوب. 3 2 1 ببین پدرش در اومد. کجا؟ نه ببین خورد به این.
رد نشده. حاجی رد نشد. فلزی ضد گلوله است این. پشما. ببین اصلا فکرشم نمی‌کردم. توش از آرمور کال آف دیوتی ساخته شده. چه باحاله. دیگه گفتم حداقل این گلولش از تفنگ بادی قوی تره دیگه، این باید رد. یه دونه دیگه میخوای بزنیم اینجاش؟ آره بزنیم دوباره تست کنیم ببینیم اینجاش چجوریه. و اینجاش هم خیلی سفته. الان اره برقی نتونسته جرش بده، ولی ببینیم تفنگمون زورش میرسه یا نه. ببین تیری که شلیک کردیم و نگاه کن چه شکلی شده. تخت شده. میبینی؟ شفاف شده. اینجوری زارت خورده به اینجا و نتونسته رد شه، به همینجا برگشته به اینجا تلپ افتاده زمین. ولی اینجاش فکر کنم یه خورده باید از این نرمتر باشه. این دیگه خیلی فلز سفتیه. آماده ای؟ برو بریم. یه بار دیگه. خب من که آماده ای تیراندازی ام. چرا؟ بیا ماسکشو نگاه. بخار چیزی کردی. میبینی؟ الان یه ذره میخوای پاک کنی که بتونی ببینی هدفتو؟ نه خوبه. خیلی خوب. اوکی. بچه آماده اید؟ آماده ایم. 3 2 1. اوه. پشمام. خیلی بهتر از تفنگ بادیمون بهش شلیک. اوف. ببین رفت تو. اوف ببین رفته تو. وای. ولی تیر بازم افتاده بیرون. میدونی چی میگم؟ آره، درسته نمونده سوراخش توش. کرده ولی نتونسته رد بشه. پشمام. این پشتشو نگاه کنید، هیچی رد نشده، هنوز همون خط و خشای آسفالت روشه، ولی تیر تونسته سوراخش کنه ولی نتونسته رد بشه. همونطور که گفتی این قسمتش از اون قسمت. من گفتم میره توش. رفت توش گفتی میره توش. من گفتم اونجا سفتر دی. به هر حال نظرمون درست بود و اونجاش تونست مقاومت بیشتری داشته باشه. تیری که دفعه دوم زدیم جرش داده. آره قشنگ توی توشو ببینی. اینم همون تیریه که خورده و نتونسته رد بشه که جاش اینجاست. اندازش هم از دقیقاً همین بوده دیگه. من از زمین پیداش کردم و بذار همینجا بمونه. خیلی بامزه است. چه خفن. خیلی حال نوبت منه. برو بریم. خدایا یه چیز خیلی خفن بیفته. چیه؟ تیغ نینجا. میدونی این چیه؟ شوریکنه. یه لحظه صبر کن. اینه شوریکن. البته اینم انقدر اینجا مونده زنگ زده تا عنکبوت بسته. میبینی؟ ولی خب همچنان تیزه و حالا میخوایم با این شوریکن اینو بذاریم اینجا. کمک میخوای؟ نه اینو میذاریم اینجا و من باید بهش اینو پرتاب بکنم. چرا خوشحالم این به تو افتاد. چون اگه به من میافتاد مثل بادکنک ان شاءالله. ببین راستیتش اینه که من خودم خیلی خوشحال نیستم. چرا؟ چون نشونه گیری با این خیلی کار سختیه و خیلی تمرین میخواد. خب ولی امیدوارم بتونیم توی ترای اول بزنیمش. آماده ای؟ برو بریم آجی. 3 2 1. حتما با ترای اول میتونی. خب وایسا ببینم کجا افتاد. اینجا افتاد تو باغچه. همچنان سالمه. یه بار دیگه. خیلی خب برو بریم. 3 2 1. خورد بهش. خورد. کجاش خورد؟ حاجی باورت خورده به جای تفنگ بادیه بود. میبینی؟ نه یه سوراخ خیلی کوچیک اینجا ایجاد کرده. آره 2 ور تیغش خورده. آره اون یکی هم خورده اینجا. یه ذره احساس میکنم شل پرت کردم. صبر کن. میخوای توش بمونه؟ نه نمیخوام توش، ولی احساس میکنم دمیج خیلی زیادی بهش وارد نکرد. 3 2 واه. این دفعه دیگه ببین دقیق زدم وسط. خورد وسطش. اینجا خورد. پشمام. همچنان سالمه و اینو میبینی این علامت مثلثی وسطش خب داره کم کم جدا میشه و اینجا شکسته. اینجاش میبینی؟ پشمام. قشنگ شکسته. ترک خورده و داره پوستش جدا میشه. کی تو دنیا این کارو کرده با لوحش؟ چی در اومد؟ تبر وایکینگا؟ تبر وایکینگامون یه سلاح خیلی سنگین در واقع به حساب میاد که خیلی دوستش دارم. ببین قشنگ نوستالژیه. یکی از اولین سلاح‌های مرگبارمونه که توی کانال گذاشتیم و میخوام ببینم چه بلایی سر لوح میاره. این شما و این تبر وایکینگا و ماهان. برو بریم. یه چیزی جدا شد. ببین وسط قچ خورد.
خیلی تیزه. ببین من یادم مخصوصا به اون یارویی که داشت اینو تیزش میکرد گفتم ببین اینو یه جوری تیزش کن که بتونه پر رو هوا ببره و تا دسته تیزش کرده و این آهن رو راحت پاره کرد. یه لایه اینجا ببینی شکافت، قشنگ شکافتتش و از اینجا هم بازم اون پلاستیکی که اینجا هست و شکونده. شمام داریم دیگه واقعا میریم توش. ولی اگه دقت کرده باشی اون تیکه آینه‌ای اصلا هیچیش نشد. خیلی سفته. آره اون یه تیکه خیلی سفته. این یه تیکه‌ای که مثل آینه درستش کردن فکر کنم خیلی دیگه متریال خیلی سفتی داره که با تفنگ PCP باید حتما تستش کنم. یه لحظه صبر کن گزینه‌ها رو بیارم. ببین کلاً 4 تا آیتم مونده. من فوت میکنم یکی در بیاد. یکی افتاد. کراسبو پشمام با کراسبو باید بهش بزنیم. ببین کراسبو جزء سلاح‌های خیلی خفنمونه. ویدیویی توی کانالش هم خیلی دوست دارم و خیلی وقتم هستش که سلاح‌های مرگبار جدیدی ما نساختیم. اگر دوست دارید که یه قسمت جدید از سلاح‌های مرگبار رو دوباره زودتر بسازیم حتما توی کامنت ها برام بنویسید. خیلی خوب آماده این تیر رو میذاریم اینجا و یه ذره بیا عقب چون فلزیه. من احتمال میدم که تیر برگرده سمت. لطفاً این کارا رو توی خونه به هیچ وجه تست نکنید. حتی اگر لوح یوتیوب دارید اصلا این کارو نکنید. خیلی خوب 3 2 1 کجاش زدی؟ اوه سوراخش کرد بازم. نه بابا یه سوراخ خیلی عمیق‌تر. پشمام از تفنگ بیشتر سوراخش کرده. خیلی عمیقه میبینی؟ نه نگاه کن توشو. ای دارم اون آهن فلزی رو میبینم توش یه چیز فلزی وجود داره. احساس میکنم اون پشت یه فلز خیلی سفت هست که اجازه نمیده هیچی رد بشه چون طبیعتا الان این تفنگ PCB بود باید اینو سوراخش میکرد ولی حتی اونم نتونست ازش رد بشه و کراسبومون هم نتونست. یعنی خورده به یه دیواره فلزی خیلی سخت. احساس میکنم این پشت یه فلز سفت کار شده و وزن سنگینش به خاطر اینه. میدونی چیش برام جالبه؟ اینکه کلتمون از یه دونه تیرکمون 800 سال پیشی ضعیف‌تره. خیلی میخوای یه دونه دیگه بزنم؟ بزن ببینیم چیکار کنه. این دفعه سعی کن بزن این وسط. ببین اونقدر هم نشونه گیری باهاش دقیق نیست راستیتش. همین که تونستم بزنم مخصوصا که من خودم شاستاس هستم. ولی همینقدر که تونست بخوره بهش کار بزرگی کردم. 3 2 اوف پشمام. یه خورده بالاتر خورد ولی بازم نتونستم بزنم اینجا. دقیقاً با همون عمق سوراخش. دقیقاً همون شکلی. دیگه کم کم این نوشته داره پاک میشه. معلوم نیست اصلا لوح یوتیوب مال کیه چقدر ساب داره ولی چند تا مورد دیگه مونده. بچرخ. یکیشو تو بردار یکیشو من. قبوله. این چیه الان؟ این تیرکمونه. به تو تیرکمون افتاد؟ آره. به من تفنگ PCP افتاد. پشمام. خیلی خوب اول تو بزن بعد من خیلی دوست داشتم این به من بیفته به خاطر اینکه ماهان تا حالا اصلا با این یه دونه تیرم پرت نکرده. ندادی چون یعنی من هر دفعه بهت میگفتم بده. ببین خیلی سخته. ببین خیلی سفته. نگاه کن خیلی سفته. خیلی دقت کردن و زدنش خیلی کار سختی. من از بچگی یادم از این تیرکمونا میرفتم برای خودم درست میکردم با کش و چوب و تمرین میکردم. خیلی شبیه اونه. من خیلی راحت تر میتونم یه هدفو بزنم ولی اگر تو حالا این کار نکرده باشی واقعا کار سختی. ببین یاد میدم. اینو من میذارم الان این توی این بعد اینو میذاری اینجا. خب اوکی راست هستی دیگه. بله. ببین اینو باید اینجوری بکشی. خب بعد ول کنم خودش میره. آره فقط خیلی سفته. خیلی سفته و سعی کن حتما تیرش بخوره به این به خاطر اینکه تیرش خیلی حساسه بچه‌ها. می‌بینی یه تیر این شکلی داره و برای سیبل طراحی شده نه برای همچین چیزی. اگر بخوره به اون دیوار پشتی تیر خراب میشه و این مورد رو از دست میدیم. دونه 200,000 تومنه این تیره. فکر کنم دقیقاً به همین دلیل نمیدادی من شلیک کنم. میگفتی بلد نیستم. بله. هر تیری یعنی یه خطا میتونه 200,000 تومان برای ما آب بخوره که امیدوارم این دفعه نخوره. خیلی خوب. آماده ای؟ ببین ما که آماده ایم. تو خودت آماده ای؟ بله. ببین خیلی سفت اصلا. ببین میتونی بکشی. ایول. حالا باید همزمان که کشیدی نگهش داری خب و قشنگ این بگیری به سمت اون. یه ذره کارو سخت میکنه ولی امیدوارم بتونم. خیلی خوب برو بریم. 3 2
آفرین، دقیقاً نزدی. خیلی نزدیک بود ولی. آره خیلی نزدیک. مثلا اگه لوح اینجا تو اینجاها زد. ببینم تیرش سالمه. تیرش ببین بچه‌ها با اولین اشتباه کلی آسیب میبینه. برای همین گفتم که خیلی حواست باشه یه بار دیگه. یه تیر دیگه بذار بردارم. آفرین، خیلی بامزه بود. به جای جنگولک بازی قشنگ نشونه بگیر. البته بهت حقم میدم با این ماسی که تو زدی یه ذره سخت نشون. میخوای من بزنم؟ نه یه دونه دیگه هم تست کنم. باش. بچه‌ها لطفاً سابسکرایب کنید تا 300,000 تا بشیم و صورت ماهانو میخوام بهتون نشون بدم. برو بریم. 3 2 1 زدمش. این دفعه زدی بدم زدی حاجی. کجا رو زدم؟ کجا رو این سوراخه رو میبینی که رو میلاده؟ اینی که دقیقاً وسط میلاد زدی، قشنگ وسط همو سوراخ کردی. خیلی دمیج شبیه دمیج کراسبوه. بچه واسه اولین بار شلیک کردن خدای خوب بود دیگه. خدای خوب. پرای 2 زدم. خدای خوب زدی و یه چیزی رو دارم الان این زیر انگشتم حس میکنم. میبینی؟ باز شده. قشنگ لبش باز شده. داره باز میشه. فکر میکنم تفنگ PCP خیلی خوب موقع است چون دیگه کارشو قراره بسازه. به این آیتم از اولشم خیلی امیدوار بودم و الانم امیدوارم از همه قوی تر ظاهر شه چون درجهش روی قوی ترین حالتشه، یعنی 40 جول. و بریم ببینیم که میتونه اینو سوراخ بکنه یا نه. 3 2 تیرت کجاش خورد؟ ببین زدم اینجا. من حس می‌کنم رد شد. اینو زدی؟ اینو زدم و رد نشده. اینجا قشنگ معلومه که هیچ چیش نشد. یه چیز فلزی این توه. ببین من که آخر اینو باز میکنم بهتون توشو نشون میدم ولی بد رفته تو مخم. اینو یه بار دیگه آویزون کن داداش. خیلی ببین اینجا هم خیلی رو مخمه. بزنی اون وسط. هیچی نتونسته اونو پاره کنه ولی این یه دونه دیگه واقعا باید پارش کنه. خیلی رو مخمه. بازش کردیم ویدیو قبلی یادته؟ چقدر گفتیم که این فلزی نیست، این جنسش آشغال. سفته، خیلی سفته. 3 2 حاجی زدی؟ ببین زدم بازم رد نشد. نه این از چی ساخت؟ ببین خیلی قویه. میلاد 40 جول خیلیه ها. این تفنگه خیلی ببین قشنگ رفته تو. از همه بیشتر رفته. از قشنگ هر بچه‌ها چی که میتونید تا قشنگ ببینید. آره کاملا مشخصه. از همه‌شون تو رفتگیش قوی تره ولی رد نشده. مثلثه دیگه تقریبا داره جدا میشه. چی توی توه آخه؟ میدونی چیش جالبه؟ میبینی همه درز و دورزاش داره باز میشه و یه صدایی از توش میاد. گوش کن. یه صدایی میده. پلاستیک پشتش هم شکسته. حاجی شیت. میبینی؟ ترک خورده. قشنگ شکسته ولی هنوز چی توشه؟ چقدر مگه توش جزئیات؟ این قشنگ انگار یه بازار توش وسیله است. از قضا آیتم آخرمون از همه آیتما خفن‌تره و فکر کنم یکی از قوی ترین چیزاییه که به دست من تا حالا ساخته شده. یعنی توپ جنگیمون که در واقع اینه. آره همین این که میبینی مطمئنم میتونه از این رد شه. ببین با عمل کردی که تا الان هممون توی ویدیو هم دیدیم مطمئنم که تنها چیزی که من دارم و میتونه اینو سوراخ بکنه همین توپ جنگی دیگه. ببین اگه این نتونه هیچ کس دیگه نمیتونه. از این قوی تر ندارم. نیست چیکار کنم. ولی به هر حال لوح یوتیوبم تا الان خیلی خوب دوام آورده. من اینو روشن میکنم فرار میکنیم. فرار. چون اگر این توپ شلیک بکنه بخوره به این و رد نشه برمیگرده سمت ما و باید حتما خیلی ایمنی رو رعایت کنیم. برای همین روشن میکنم و فرار میکنیم. برو بریم. صداش خیلی بلنده. سالمی؟ اوه اوه اوه. ببین هیچی نیست. خود توپ ببین پرت شده اینجا. What the fuck؟ این توپمونه که بله شلیک کرده گلوله‌شو. این لوحه و این پایه‌ایه که گذاشته بودم تا لوحو نگه داره. حاجی اندازه یه انگشت کوچیک سوراخه. هیچی ندارم بگم. رد شده؟ سوراخو ببین.
میخوام نمیدونم بچه‌ها قشنگ میتونن آخه توی نور با این نور ببینن یا نه. بیا از این نور به اینجا بهشون نشون بده. توی سوراخو میبینید؟ ببین شکسته. من میتونم از این طرف نور رو ببینم. شما میتونید منم ببینید؟ میتونم ببینم. ببین قشنگ شکسته. اینجا یه چیز فلزی هست. بذار اینجا رو میبینی؟ اینو میبینی؟ این لایه پشت لایه اینجاست، یعنی این لایه جلویی هم فلزه. چه این شکلی شده لوحه؟ این همون جسم سخته بود. آره این همونیه که تا الان مقاومت کرد، هیچ چیش نشد. فلز رویی خیلی نازکتر و ظریفتره، ولی چیزی که این تو کار کردن خیلی چیز عجیب غریبیه. میبینی زیر این پلاستیک یه لایه فلزی خیلی مقاوم هست. واجی هیچی نمیتونم بگم. از این تو ببین، پشمام توشو قشنگ دیگه رسما داریم میبینیم. خب و اینا رو میبینی؟ این پایه هاییه که پیچو در واقع نگه داشته اینو و یه لایه این توه که این لایه‌ای که این زیره در واقع تونسته لوحمون رو ضد گلوله کنه. این چیه؟ این دیگه چیه؟ این تو لوح یوتیوب بود. پشمام سبک شد. ببین نگاه، سر و صداش هم تموم شد، هیچ صدایی هم دیگه نمیده. این بود؟ ببین بچه خیلی سبک شد. میبینی اینو؟ فلز این اصلا برای چی اون تو بود؟ نمیدونم، هر چی که بوده. ببین چقدر بد دمیج شده. پشمام. ببین توپ جنگیمون اگه یادت باشه یه شیشه ضد گلوله ساختیم. خب؟ از اونم رد نشد، ولی تونسته اینو پاره کنه. این فلز به این کلفتی رو میلاد حتی از اینم تقریبا میشه گفت رد نشده. نه دیگه کمونه رد کرده. نشده ولی جرش داده. ببین گلوله ازش رد این چیه این توی لوحه؟ این چیه؟ نمیدونم اصلا به چه کارش میومده. این کجات بود؟ چقدر سبک شد. همه سنگینیش برای این همش فلزه دیگه، همش فلزه. و این سوراخی که الان میبینید اینها، چشمت چه خوشگله از این این کار توپ جنگی مونه که دخل لوح یوتیوبمون رو آورد. میلاد ما زیادی رفتیم تو بحرش، همین بیرونش رو نگاه، آینه دیگه آینه نیست. این چرا کدر شد؟ چی بود این این تا قبل شلی که این آینه نبود؟ چرا؟ اصلا یه جوری شده، اینقدر سوخت. نگاه این سوراخه فقط حاجی. ببین این لوحو میبینی الان این شکلی شده. خب لازم نیست بزنید اول ویدیو، یه لحظه صبر کنید، یه لحظه اجازه بده. ببین یه لوح واقعی در واقع این شکلیه. همینقدر براق و جذاب. ببین این همین تا اول ویدیو این شکلی بود. اینی که الان این شکلی خواهر شد به ازاش نشون. من زبونم بند اومده. ببین این یه دونه رو دیگه به نظرم همینجوری خوشگل نگهش داشت. البته اونم نگهش میده. اون الان یه خاطره خیلی قشنگه در واقع برای کانال ما. اونم کنار این میذارم و هر کسی که بخواد اونو ببینه میدونه که چه شکلی بوده در واقع. و خیلی مشتاقم تا لوح 1 میلیونی برسه. پس حتما اگر تو الان چنلمون رو سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب بزنید و مرسی برای همه چی.